دولت هخامنشیان، اساسگزارش کوروش کبیر و یا شاه عادل. این دولت سال 550 قبل از میلاد تأسیس یافته، سال 330 قبل از میلاد برهم خورده است. کوروش کبیر سال 550 قبل از میلاد به سر قدرت آمد. او تا سال 530 قبل از میلاد در سر قدرت بود. حدودهای این امپراتوری سرزمین‌های آسیا، اروپا و شمال افریقا را در بر می‌گرفت. شهرهای سوز و یا شوش، اکباتان، همدان امروزی، پرسپولیس از جمله پایتخت‌های هخامنشی بودند. کوروش کبیر شاهی بشردوست بود. وقتی او به کشورکشایی‌ها دست زد، به مردمان آن آزادی بخشید. حقوق آنها را پایمال نکرد. همین بود که سال 539 قبل از میلاد او نخست اعلامیه را قبول نمود. این اعلامیه در تاریخ با نام اعلامیه کوروش کبیر محفوظ و مشهور است. در زمان حکمرانی هخامنشیان بزرگترین شاهراه‌های بین قطعوی بنیاد گردیدند که بنیادگذارشان هخامنشیانند. پس از مرگ کوروش کبیر، کمبوجی و یا داریوش بزرگ کارنمایی‌های نهایت زیاد کردند. جنگ‌های 50 ساله‌ای که در تاریخ با نام جنگ‌های فارس و یونان مشهور است، به دوره امپراتوری هخامنشیان راست می‌آید. هوشیارشاه و دارای دو از جمله آن شاهانی اند که بعدها به سر قدرت آمدند در این امپراتوری بزرگ. در سال 330 قبل از میلاد که به دوره حکمرانی دارای سه راست می‌آید، این امپراتوری از طرف اسکندر مقدونی برهم داده شد. به همین منوال سال 330 قبل از میلاد سال برهمخوری امپراتوری بزرگ آریایی ها، امپریای هخامنشیان است.